رایی و کمی مهیج شروع می کند. شب سردی بود در نارکله، از آن شبهایی که باد از لابلای درختها رد می شد و انگار کسی آه می کشد. با حالت مرموز در وسط باغ‌های قدیمی یک درخت نارنگی بود که همه ازش می ترسیدند. می گفتند هر کس از آن نارنگی بدزدد تا صبح گرفتار سایه ها می شود. تأکید معماگونه. اما آن شب 4 نفر تصمیم گرفتند حقیقت رو بفهمند. ابوالفضل شیر محمدی، صالح، امیرعلی شیر محمدی و مندلی. با صدای هیجان زده ابوالفضل با چراغ جلو میرفت و گفت بچه‌ها فقط چند تا نارنگیه، مگه چی میشه؟ با لحنی کنایه‌آمیز مندلی زیر لب هر زد همین حرفا رو اونایی زدن که دیگه برنگشتن. با صدای آرام و نگران وقتی رسیدن زیر درخت، هوا ناگهان درد شد. برگ‌ها تکان نمی‌خوردند، اما صدای خشخش می‌آویخت، انگار یحیی بین شعاع‌ها راه می‌رفت. با آهسته کردن صدا صالح گفت زود باشین، یکی بچینه بریم. امیرعلی دستش رو دراز کرد و یک نارنگی کند. همون لحظه چراغ‌گوشه ابوالفضل خاموش شد. با لحنی ناگهانی و غافلگیر کننده همه ساکت شدند. از پشت درخت صدایی خشن و کشدار آمد. نارنگی من کی برداشت؟ با صدای مرموز وحشت انگیز. مندلی جیغ نزد، اما صدایی از گلوش در اومد که خودش هم نفهمید چی بود. ابوالفضل چراغ‌گوشه رو تکان داد، روشن شد و سایه بلندی پشت درخت دیده شد. سایه‌ای که شکل آدم بود اما پاهایش روی زمین نبود. با تنش و دلهره سایه جلو آمد. امیرعلی نارنگی رو انداخت، سایه مکث کرد و ناگهان با سرعتی عجیب به سمتشان پرید. با بالا بردن شدت بیان 4 نفر با تمام توان دویدند، از بین درختها، از روی جوی آب، از کنار دیوارهای کاهگلی. با نفس زدن تقلیدی سایه پشت سرشان می آمد و هر بار که نزدیک می شد صدای نفسش مثل باد هرد پشت گردنشان می نشست. با زمزمه ترسناک وقتی به اول روستا رسیدند، سایه ناگهان ایستاد. به عقب نگاه کردند. سایه برگشت سمت باغ و در تاریکی محو شد. نفس زنان روی زمین افتادند. مندلی گفت من دیگه حتی پوست نارنگی هم نمیخورم. با لحن خسته و شوخ طبعانه ابوالفضل خندید و گفت خب حداقل فهمیدیم شایعه نبود. با نیشخند و آرامش بعد از ترس. و از آن شب به بعد هر کس ازشان میپرسید واقعا اون درخت ترس داره؟ فقط یک جواب میدادند اگه جرأت داری خودت برو.